فردین هستم، البته امینشون. ما اینجاییم که هیچ کس تو این فضای ریدبال دروغ نبنده به شکمتون. ما اینجاییم تا دهنشون رو بساییم. شاخ مجازی اینجا شاخشو خورد میکنیم تو آستینش. ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا این بریز به پارشای مجازی رو از دست ندید. بریم که داشته باشیم. درود به مخاطبین از رسانه پشت پرده. سلام، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز در برنامه پشت پرده قصد داریم که پشت پرده یکی از خواننده‌های معروف و مشهور ایرانی یعنی علی یاسینی و ارتباط ایشون با یکی از این شاخه‌های مجازی یعنی خانم ملیکا تمامی رو برای شما افشا بکنیم. یک سال پیش ما یک مستند در خصوص این دو نفر ساختیم، شاید خیلی از شما دیده بودید و پرده از ارتباط این دو شخص برداشتیم که از سال 95 3 سال و نیم با هم در ارتباط بودن که حاصل این ارتباط دوست دختری و دوست پسری یک فرزند دختر بوده که ملیکا تمامی از علی یاسینی حامله شده بوده و باردار شده، ولی گویا علی یاسینی این بچه رو گردن نمیگیره و گویا این اپیدمی و چسکلاس و چسی شده در بین خواننده‌های ایرانی. یعنی در طول این چند سال گذشته اگه نگاه بکنیم اون اساسی مانکن که زن میگیره بچه دار میشه بچه رو گردن نمیگیره. این از علی یاسینی که دوست دختر میگیره، دوست دخترش رو حامله میکنه، بچهش به دنیا میاد، بچه رو گردن نمیگیره. و جدیدن هم مهراد جم که با دنیا جهانبخش ارتباط داشت بچه دار شده، کلا ول کرده رفته، الان جواب تلفن هیچ کیو نمیده. این فکر کنم یه چوسی شده گویا این قضیه که امروز راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنیم. یه فایل صوتی برای اولین بار از ملیکا تمامی براتون پخش میکنیم که کرک و پر و پشمتون میریزه به همراه یک سری اسناد و مدارک که قطعا این مستند رو جالب و جذاب و جنجالی خواهد کرد که تا انتها اگر ببینید خودتون هم این نتیجه رو خواهید گرفت. اما یه لطف بکنید اگر کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب نکردید لطف بکنید دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب، اگر هم گوشتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید. اگه قبلا سابسکرایب کردید چک کنید ببینید سابسکرایب شده یا نه. یه لایکی، دیسلایکی، کامنتی و یک متنی هم اگه برای ما بذارید توسط یوتیوب ربات تشخیص داده نمیشید. بریم یه وله ببینیم بیام این مستند رو من برای شما آغاز بکنم. بچه‌ها با یک قسمت دیگه اومدیم. تویی که بی‌خاصیتی، تا دست بی‌هنری، تویی که فقط کبوده ریدر تو استوری کنی، تویی که دزدی میکنی از این رو اون ککت هم نمیگزه، تویی که بوی چست کف اینستاست تو دماغمون بیرون نمیره. این نوید رو بهت میدم که میخوام تا دسته بسایمت. شما هم که کنجکاوین که بدونی چطوری میخوام این سایش رو به ثمر برسونم، ما رو سابسکرایب کنید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. Please subscribe us. بله، همونجوری که گفتم امروز قصد اینه که راجع پشت پرده‌های علی یاسینی و خانم ملیکا سادات تمامی اسم فامیل ایشون هستش صحبت بکنیم که ملیکا تمامی از علی یاسینی بچه داره. ماجرا اصلا از کجا شروع شد و چی شد اصلا ما تصمیم گرفتیم که این سوژه رو مطرح بکنیم. چند روز پیش من یه استوری گذاشتم یه دونه از این کوئسچن باکس ها و گفتم اگه سوالی دارید بپرسید. یکی از دوستان پرسید که بچه ملیکا تمامی از کیه، چون ملیکا تمامی هیچ وقت نمیاد بگه باباش کیه. منم اومدم گفتم که قبلا ما مستند ساختیم بچه مال علی یاسینی. یکی دو تا استوری دیگه هم گذاشتم و توضیحات دادم. بعد از اون خانم ملیکا تمامی یعنی در عین ناباوری من خودم که دیدم شوک شدم. حقیقتا شروع کرد چند تا استوری سریالی اینطوری پشت سر هم گذاشت و شروع کرد جواب ما رو دادن و به اصطلاح مثلا ما رو شستن گذاشتن کنار، خیلی کوبنده از دید خودشون جواب ما رو دادن. که امروز در این مستند میخوایم بگیم که بابا بیا بخوایم بابا سرمون درد گرفت. و یه مقدمه کوتاه میگم میرسیم به استوریای این خانم ملیکا تمامی و اون فایل صوتی و بقیه ماجرا. خانم ملیکا تمامی متولد 6 دی ماه 1375 هستند و دوست پسر سابقشون آقای پدر بچه‌اش آقای علی یاسینی 14 آذر 1375. علی یاسینی خب طبیعتاً خواننده به نام و مشهور هستش توی ایران و سال 95 موقعی که 2K فالوور داشت و یه دونه آهنگ به اسم تلخ رو منتشر کرده بود که بریم آهنگ رو بشنویم. یعنی بعد من دستات مال کی میشه،
واسه من سخت بود واسه تو ساده همیشه. موقعی که این آهنگو منتشر کرد همونجوری که گفتم 2K فالوور داشت. ملیکا تمامی اون موقع 100K فالوور داشت. میره دایرکت علی یاسینی و اون موقع با هم دوست میشن و بعد از اون هم بعد از 3.5 سال خانم ملیکا تمامی حامله میشه. میره ترکیه، اونجا 3-4 ماهی و میمونه. موقعی که باردار بوده علی یاسینی هم چند بار میره ترکیه. حتی چند تا عکس منتشر شد که علی یاسینی و ملیکا تمامی لباساشون رو با هم دیگه ست کرده بودن و عکسای ست میذاشتن، ولی خب چون علی یاسینی میخواست مجاز بشه و فعالیت مجاز بکنه، عموما هیچ کسی توی ایران مخصوصا این خواننده ها روابط دوست دختری دوست پسریشون رو آشکار نمیکنن، هم که یه سری فکر میکنن که از محبوبیتشون کم میشه و دخترها دیگه فالوشون نمیکنن، به اصطلاح کراش ها، و اینکه حالا در کنار شاید بتونن یه سری بازارآزاد کارهای دیگه ای هم بکنن. خلاصه بچه خانم ملیکا تمامی 28 آبان 1398 به دنیا میاد و قبل از اینکه به دنیا بیاد بارها خود علی یاسینی گفته بود که آقا بچه رو بندازونم، گفته بود باشه میندازم، ولی ننداخته. از این دختری که دیگه تو ایران میگن ما میندازیم ولی نمیندازن، بچه رو ننداخته و میگه که من چون دوستش داشتم بچه رو ننداختم. خلاصه بچه به دنیا میاد و علی یاسینی هم میگه که من یه کاری میکنم که تو تا 10 سال نتونی برای بچه شناسنامه بگیری، من این بچه رو گردن نمیگیرم. ماجرا میره جلوتر. سال 99 خانم ملیکا تمامی ما اومدیم گفتیم که این ماجراش هست، این اتفاق افتاده، بچهش مال علی یاسینی، و یه مستند پخش کردیم که خیلی جنجال به پا کرد. تموم شد، رسیدیم به همین چند روز پیش تا اینکه من استوری گذاشتم و گفتم که بچه ملیکا تمامی مال علی یاسینی، که حسابی دوباره جنجال به پا شد. هم فن پیج های علی یاسینی شروع کردن به ما فوش خوار مادر دادن، هم فن پیج های ملیکا تمامی، یعنی از هر دو طرف شروع کردن به ما فوش دادن که آقا این قضیه راست نیست و دروغ از این صحبت. بریم اول استوریای خانم ملیکا تمامی رو ببینیم یکی یکی، به صورت سریالی گذاشتن، منم یکی یکی جواب میدم استوریاشو با سند مدرک. یه سری آدمایی که دارن با آبروی بقیه بازی میکنن، داداش بهتره بگم تو از امثال من و نیلوفر بهبودی و نگین عابدزاده داری پول در میاری، یعنی ما نباشیم از گشنگی میمیری. این اولا. بله، برای این اولانه تو من بعد اون شیشکی مخصوصه رو بکشم که میگفتم گوزو همچه میگه نگین عابدزاده و نیلوفر بهبودی یا من، انگار شما سه تا از دانشمنده هستی ایران یا آدمای خیلی مهم و محبوبید که من اومدم مثلا از شما مثلا پول در بیارم. یعنی چه دنیایی هستید شما برای نگین که گفتم راجبش، هم خودش هم شاید نیلوفر که دیگه تکلیفش در تهران و دبی مشخص، خودت هم که الان داری میگی یه 4 تا آدم حسابی اسم میبردی لامصب. تو با این حرف بکنم خودتو دیس کردی یا یعنی فکر نکن الان خیلی جواب سنگینی دادی. بریم دوم اینشو ببینیم. دوم واسه هنرمند مملکت که یه شبه آبروشو به دست نیاورده بیجا میکنی، اصلا حاشیه درست میکنی، یه اسمی تو دهنت بیار که اندازه دهنت باشه. خب اون اسمی که داره میاد خیلی بزرگتر از دهنته. این دومه. افتاد علی یاسین. این علی یاسینی که میگی آنچنان گنده نیستا، گویا برای تو گنده بوده، ولی من هر چی دارم متر میکنم 5 سانت بیشتر نیست. اگه دنبال یه چیز گنده میگردی بله خواستی چیز گنده توی ندا به ما بده، حداقل چیز گنده هم بهت نشون میده. بریم ببینیم سومنت چی میگه. سومن اینجا ایرانه، یعنی اگر از قانون چیزی نمیدونین یه گوگل کنین، خب همه چی واسهتون میاد. توی ایران اگر برگه محرمیت نداشته باشی به بچت شناسنامه نمیدن. خب و کلی هم داستان واسه هم مادر بچه هم پدر بچه ایجاد میکنن. بله تو ایران همچین راجع به قوانین ایران داری صحبت میکنه انگار ایران سوئیسه، انگار ما نمیدونیم. خب این هم نگه میداری، من در دقایق آینده این استوری تو جواب میدم. بریم ادامهش رو بشنویم. ایران قانون میکنی، قانونی که تو داری ازش اسم میبری.
بعد اون اولش هم همچین میگه آبروی مؤمن. یادم رفت اونو بگم. گوزو تو مؤمنی با این رفتارات؟ اگه تو مؤمنی من کافر. هرچی هم میشه آبروی مؤمن نمیره پول در میره، اون از خودتون نگین و اون یکی از بریم بقیه‌اش. بعدش هم تویی که نمیدونی پدر بچه من کیه بیجا میکنی اصلا حرف میزنی و بخوای از خودت نظر بدی. پدر بچه من انقدر با شخصیته، انقدر با محبته، انقدر لایق عشقه که اصلا تو در حد و اندازش نیستی بخوای حرف بزنی. حالا برو نظر بده فلانی اینه اونه. به تو چه؟ اصلا به تو چه که کیه؟ عجب. به من چه؟ بابا تو دیگه چه پاچه پاره ای هستی، تو دیگه چه آدم افقدی هستی. ولی یه جوری داری جواب منو میدی انگار من عباس باتریساز یا سکینه سبزی فروش هم. داداش من امین فردینم، همون امین فردینی که 1.5 سال پیش زنگ زده بودی به من گفتی امین فردین بدبخت شدم، بیچاره شدم، علی یاسینی بچه رو گردن نمیگیره، باباش تهدید میکنه فلان. همین ملیکا تمامی خودش زنگ زد رو واتساپ به من، گفت صدای منو ضبط بکن، فیلم منو پخش بکن، نمیدونم من دیگه به اینجام رسیده، بالاتر از سیاهی رنگی نیست، تو رو خدا ویدیو رو بده بیرون، نمیدونم فلان و بیسان و بهمانی، نمیاد بچه رو گردن بگیره. شما یادت نمیاد اون تماس تلفنی تو که به من گرفتی؟ گفتی صدامو ضبط کن پخش بکن. من گفتم حالا عجله نکن بذار زمان بگذره. بعد تو پاچه پاره اینجوری جواب میدی. والا من به علی یاسینی حق میدم نه تو رو، نه تو نه بچه تو گردن بگیری. توی که انقدر پاچه پاره ای من به علی یاسینی حق میدم. در این یه مورد استثناء. حالا برای اینکه یه مقداری اون حافظه بلند مدتت که یادت رفته به من زنگ بزنی و التماس میکردی و بیارم سر جاش، فایل صوتی رو برای مردم پخش میکنم. خود مردم قاضی. همین آدمی که اینجوری داره جواب منو میده میگه به تو چه ربطی داره، تو بی خود میکنی، اون موقع به ما ربط داشت، الان به ما چه ربطی داره؟ چی شده؟ نکنه یه پولی گرفتی، یه امتیازی گرفتی، یه چیزی گرفتی که اینجوری داری بلبل زبانی میکنیم. بریم ببینیم یه تیکه از اون فایل صوتی رو. فایل صوتی زیاده، حالا جلوتر براتون پخش میکنم. بریم یه تیکش اول برای اینکه کم گرم بشه این مغزش پخش بکنیم، ادامهش رو برای شما نشون بدم. علی چند بار اومد ترکیه؟ یه بار اومد که بچه رو بندازی دیگه. آره. بعد تو میخواستی تو ترکیه بچه رو به دنیا بیاری، چون تو ترکیه قانونه که باید پدر پسر باشه، نتونستی؟ نه به خاطر این اونجا به دنیا نیاوردم که دوستش هی به من زنگ میزد که آره این داره به فنا میره، این داره میمیره، نمیدونم داره فلان، آره پاشو بیا ایران و فلان و اینا. خب اون موقع چند ماهه بود بچه‌ت؟ یه بار که قبلش من اومدم ایران برگشتم. خب ولی اون موقع که دیگه کلن اومدم 4 ماه و نیم 5 ماه بود حامله بودم. بعد الان بچه شناسنامه داره؟ نه. چرا بهش نمیدن؟ نمیاد بگیره. علی از اول گفت من نمیخوام. از اول میگفت نمیخوام؟ ولی آره. خب تو کرم داشتی بچه رو نگه داشتی؟ خب من خیلی دوستش داشتم، بعدش هم همون موقع هم فکر نکن مثلا ول کرد فلان و اینا. خب شل کن سفت کن بود، یه روز پیم میداد یه روز بلاک میکرد. بله این فایل صوتی طولانی تره، حالا جلوتر براتون بقیه‌شون پخش میکنیم. برای همین ملیکا تمامی که میومد اون میگه به تو چه ربطی داره، به من چه ربطی داره ها، جلوتر میرسیم. بریم ببینیم در ادامه استوریاش چی گفت. حالا هی برید مستند بسازید، استوری بذارید، باشه اب نداره. من کلا آدم خیریم، همه میدونن. به تو هم حالا یه جوری دارم میرسونم که نون شبتو داشته باشی بخوری دیگه. خب ولی اسمیو بیار که در حد و اندازه دهنت باشه. نمیدونم چرا دنبال حد و اندازه و سایز بزرگ و کوچیک و اینا میگرده، میگه دنبال مستند. میگه باشه سایز هم اگه خواستیم نشون میدیم، تماس بگیم ما سایز نشون بدیم، درگیر سایز نباش. بریم ادامه این فایل صوتی رو بشنویم که ایشون خیلی درگیر نون دادن به ماست و نونشون رو من میدم و نمیدونم فلان و بیسان و گوزو. تو یه سال پیش خود یادت رفته التماس من میکردی؟ بریم ببینیم بقیه فایل صوتی رو. الان وضعیت چجوریه با هم رابطتون؟ اصلا خوب نیستیم، همه جا بلاکم کرده. نه همه جا فن پیجش هم گذاشتن 75. واقعا؟
14 آذر 75. 75. 3 سال و نیم باهات بود. 28 آبان هم بچت دختر بچت. بله. بعد باباش مامانش اصلا زنگ نزدن به؟ نه اصلا. هیچ ارتباطی؟ جفتشونم میدونن، یعنی آره جفتشونم با هم حرف زدن، یعنی فهمیدن. بعد دیگه هیچ خبری ازشون نشد، هیچی. زنگ زدن اصلا بهت؟ نه. تنها چیزی که ازشون رسید به من، به دوست علی گفته بودن که بهش بگو بچه رو بده یه خانواده دیگه، انگاه مثلا سگه واگذار کنم. از کجا باش آشنا شدی؟ اینستا. من اول بهش دایرکت داده بودم اصلا. ای بابا. اون موقع 2K بود، اون 2K بود، من 100K بودم. نه بابا بسوزه پدر این اینستاگرام دیگه. اینستاگرام 3 سال پیش دیگه، 4 سال پیش تقریبا دیگه. آره 4 سال پیش میشه چند؟ الان 99 95. اون موقع فقط آهنگ تلخ، مثلا آهنگ تلخش رو داده بود بیرون دیگه اون تایم. بعد بریم ادامه استوریای این حضرت خانم رو ببینیم و بعد دوباره ادامه فایل صوتی رو پخش کنیم. من ادعای مریم مقدس بودن نکردم هیچ وقت. هر کاری هم کردم نوش جونم. الانم هم بچم رو میپرستم هم بابای بچم رو. به کسی هم هیچ ربطی نداره. یه بار گفتم اینجا مجازیه. یارو به خاطر اینکه پول نون خوردن نداره از من و امثال من میگه که نون شبشو در بیاره بخوره. حالا اگه شما اینقدر بی‌مغزین که حرفای یه آدم بیکار رو میخواین باور کنین، خب باور کنین. من حرفمو زدم. اون از عقل نداشته شمایی که میخواین باور کنین. توجه کردید؟ همین آدمی که خودش تو مجازی معروف شده، از مجازی داره پول در میاره، هیچ استعداد دیگه ای نداشته و هر چی داره از این مجازیه داره میاد میگه یه عده دیگه تو راجع به مجازی اظهار نظر میکنه. بعد ما هر چی میگیم رو اگر مردم باور بکنن، اون مردم میشن بی مغز و نمیدونم بی عقل و از این صحبت طبق فرمایشات این حضرت خانم که آنچنان با حرص و استرس داره صحبت میکنه، کاملا از مینی که صورتش مشخصه کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه. لامصب حداقل یادت نره یه سال نیمه پیش به من زنگ زدی، یادت نره التماس میکردی صدای منو پخش بکن مردم بشنون بالاتر از سیاهی رنگی نیست. یادت رفته اون زمانه. آره حق میدم به این علی یاسینی که بچه تو گردن نگیر. بعدش هم تو مادری بچه به دنیا آوردی، بچت چند سال دیگه بزرگ میشه، چجور میخوای تو چش بچت نگاه بکنی بگی که خب به حال اینجا مثلا دروغ گفتم و اینا؟ بچت نمیگه که مامان دوستان تو همین حرفو با همین فردین زدی، چرا چند سال بعدش اومدی اینجوری استوری گذاشتی؟ تو رو یک دروغگو خطاب میکنه. شما جایگاه نداری، نمیدونم شخصیت نداری، نمیدونم خانواده نداری. بابا مامانت الان این ویدیو رو ببینن چی میگن؟ بابا مامان علی یاسین این ویدیو رو ببینن چی میگن؟ خود علی یاسین الان این ویدیو رو ببینه چی میگه؟ بعد میاد قود میکنین تو این فضای مجازی گندگوزی میکنین. من نمیفهمم واقعا. شکایت کردم ازش، ولی میگم چند روز پیش که دعوامون شد گفت به من قبل پشتم گرم هست که تو نمیتونی شناسنامه بگیری تا 10 سال دیگه هم. بعد من حالا گیر همین کارای پیجم هم، یعنی همین دادگاه پلیس امنیت هم اوکیشه، اگه ببینم واقعا بخواد اذیت کنه به اسم خودم میگیرم فقط برم. خب بیاری خارج از ایران دیگه. آره فقط منتظرم کارای این برم اوکیشه. ببینم داره اذیت میکنم میرم. بابا دمت گرم. تو دیگه کی هستی؟ یادت نمیاد چی گفتی؟ یادت نمیاد چه رفتاری کردی؟ بعد اسم خودت هم گذاشتی مادر. یه عده آرزو میکنن مادر بشن، میلیارد خرج میکنن که مادر بشن. تو هم مادری. تو همینجوری داری تو فضای مجازی قد میکنی. برو دنبال زندگی، برو دنبال بزرگ کردن بچت. اینجوری تو فضای مجازی لاتبازی در نیاری، رفتی میخوری به پست ما اینجوری سکه پول میشی. هرچند ما آبروتو نبردیم، ما فکر نکنید که من الان آبروتو بردم. من واقعیت رو گفتم. مردم خودشون قاضی هم میفهمن که من دارم راجع به چی صحبت میکنم. پس اگر واقعیت رو شنیدی، اگر یه کسی با واقعیت روبرود کرد، فکر نکن که داره آبروت رو میبره، داره واقعیت رو میگه. اینو بهت گفتم برای درس زندگیت. 5 سال از من کوچیک‌تری. در صورت مرسی که تا این لحظه ما بود. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید
برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و خیلی هم دوست داریم که کامنت بذارید و نظرات خودتون هم در این خصوص به ما بگید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه